شروع از آغاز سال 2024 این مکان برگزارشوی چندین مسابقه های سطح جمهوریوی گشته است. این نوبت در اینجا چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتنگیری جریان دارد که ما تهیه‌گران برنامه سمت از جریان مسابقه پیگیر بودیم و آن را پیشنهاد شما می‌گردانیم. روز 18 فوریه در مجمع ورزشی شهرک دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتنگیری میان مردم و بانوان برگزار گردید. باید قید نماییم که در چمپیونات امسال زیاده از 210 ورزشکار از تمام مناطق کشور اشتراک داشتند. مقصد از برگزار کردن مسابقه پیدا کردن چهره‌های اساسی و راحت گرفتن پهلوانان به جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گشتنگیری در سال 2024 می باشد. چخیلی که به همگان معلوم است امروز از همه مناطق جمهوری دسته ها پرره بلکه بر زیاد در این چهاربینی اشتراک دارند که جمع عمومی درخواست های قبول کرده شده 215 نفر ورزشکار را در بر میگرفت که در روز وزن کشی زیاده از 170 نفر آنها وزنهای خود را برکشیده امروز بین خود قوا آزمایی دارند. طبق نقشه چهاربینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزدیکان جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با فدراسیون گشتنگیری جمهوری تاجیکستان امروز چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتنگیری بین کلانسالان بانوان و مردان البته برگزار گردیده است. ما شاهد رقابت‌های جالب گردیدیم و در اینجا بسیار چهره‌های نو برآمد کردند. از آن جمله در بین دختران هم در وزن 57 و 70 دختران برآمد کرده ایستادند و باوری داریم که از بین بانوان و مردان چهره‌های نوی ورزش را پیدا نموده آنها را برای جهت اشتراکشان در مسابقه بین‌المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به نوروز بین‌المللی که سنه 8 پیش بینی گردیده است البته راه می‌یابند. دسته منتخب مملکت در دوام سال چه مسابقه‌هایی که در سطح بین‌المللی برگزار می‌گردد از روی نتیجه‌های چمپیونات جمهوری تاجیکستان و نتیجه‌های ورزشکاران که در دیگر مسابقه‌ها معین می‌گردد. رهبریت این فدراسیون برای در سطح بلند برگزار شدن مسابقه تمام کارهای ضروری را انجام داده بودند. چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید و گشتنگیری در سال 2024 از رقابت‌های مقدماتی و نهایی، مراسم افتتاح و مراسم جایزه سپاری عبارت بود. این مسابقاتی است برای انتخاب دسته منتخب تاجیکستان که در جام رئیس شهر دوشنبه حضور پیدا می‌کنند. در روز 8 مارس در مسابقات در واقع جام رئیس شهر بخشیده به نوروز باستانی و از هر وزنی 4 نفر در این مسابقات انتخاب میشن که به اون مسابقات در واقع اشتراک میکنند در مسابقات بزرگی که در روز 8 مارس برگزار میشه. رقابت‌ها در چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتنگیری در وزن‌های 60، 65، 71، 78، 86، 95 و به اضافه 95 کیلوگرم میانی مردان و در وزن‌های 57 و 70 کیلوگرم میانی بانوان دایر گشت. تعداد مخلصان در تالار خیلی زیاد بودند و دستگیری آنها به پهلوانان روحیه دیگر می‌بخشید.
мо дар ин ҷо бо яке аз мухлиси ашадии гӯштин сокини ноҳияи Восӣ Маҳмади Нуралиев вохӯрдем ки ӯ ба сину солаш нигоҳ накарда дар ҳама мусобиқаҳои гӯштингирӣ иштирок мекунад. албатта ки ин марди шариф барои ба мусобиқаҳо омадан маблағи зиёд харҷ мекунад, лекин тавре ки худашон қайд намуданд, як партофти зебои паҳлавонро болотар аз ҳама масрафҳо медонад. ما استقامت کننده رایون وسیع با گوشتین ملی ذوق و رغبت و مخلصی زیاد داریم. برای دستگیری جوانان تماشا کردن به شهر دوشنبه آمدیم. حاضر جوانان اکثریت جوانان گوشتین خیلی پیشرفتگی است. هم از حساب سرعت و هم از حساب صفت. ما دینه برای همه خلق تاجیک یک تحفه به حد قیمت ابوبکر جای دوم گرفت در گرند سلام. این فخر ملت ما است، فخر دولت ما است. از آن جمله حکومت دولت برای دستگیری جوانان تمام شرایط‌ها را هم از حساب اقتصادی و مالیوی هم طرفه دستگیری میکنند. باید جوانان مهنت کنند و او روی ملت و روی خشونه بلند بردارند. عرق حجاب اینه که پهلوانان میرزن یک پرتافتی همه خرج ما را میپوشونند. ما برای گوشتین تازه و با شفاف رفتن کارهای داورا میاییم، این بهره میبریم. باوری داریم که در سالهای نزدیک در تمام وضعها پرچمبرداری وطنی ما میشوند. با پهلوانان پرتافت‌های خوب و مدال طلا خواهانیم. با تمام خلق مخلصان اسپورت سلامتی بردوام تمنا داریم. маврид ба зикр аст ки гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирии 17 июни соли 2022 мақоми байналмилалӣ гирифта буд ва дар ин хусус санади дахлдор аз ҷониби раёсати адлия ва умури дохилии кишвари Швейтсария ба ҷониби Тоҷикистон супорида шуд. аз ин рӯ дар назар аст ки имсол чемпионати ҷаҳон аз гӯштини миллии гӯштингирӣ доир мешавад. چیزی که من دارم میبینم اینه که فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان بسیار تلاش میکنه که در واقع مسابقات رو در سطح خیلی خوبی برگزار کنه. همه تلاش رو میکنه. تیمی که هستن در واقع فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان به خصوص رئیس فدراسیون آقای بگیجان زاده همه تلاش رو میکنه، ولی به هر حال برای اینکه یک ورزشی در دنیا در واقع مطرح بشه اینه که باید همه در واقع اون سیستمی که در اون کشور هست سلسله وار این ورزش رو در واقع کمک کنن و در اینجا ما الان میبینیم تلاش فدراسیون رو که در واقع مسابقات رو به این خوبی داره برگزار میکنه در بالاترین سطح، از سالنش رو بگیر، از در واقع همه تیمایی که شرکت کردن و هر کاری که لازم باشه برای یک مسابقات خوب و با کیفیت اینجا انجام شده. ما در تقویم فدراسیون جهانی گوشتینگیری در ماه سپتامبر مسابقات قهرمانی جهان رو داریم در 14 تا 16 سپتامبر که به میزبانی شهر دوشنبه و در کشور تاجیکستان انشالله برگزار میشه. ببینید که تالار پر از آدم است، لیکن اشکالی که در مسابقه‌ای که شده جام شهرداری یا که مسابقه بین‌المللی که میگذارد آدم کمتر است، لیکن مسابقه سطحش بسیار بلند است. سبب بلند شدن مسابقات گوشتین ملی و صفت گوشتین با درجه در کره بلند شده است که سبب اونه که ما علاقه گوشتین ملی ما خود رو در عرصه جهانی یعنی که جهانی کردیم، یعنی که ما امسال نصیب باشد قهرمانی جهان رو میگذاریم از من نمود ملی خودمون. برای من در اینجا تفاوت بین وای مسابقه و این مسابقه فرق قلبی از کلان است. اینجا
اینجا ورزشگران پرقوتی که جودوکاران، سامیستیون، دیگر نمودی که در دیگر نمود وای میکنن، برآمد میکنن، تمرین میکنن، همه قریب که در اینجا تو باشیش که واس پارتوی بعضی پهلوانان میپرسن تو 11 تا 15 کیلو واس پارتو برای در این مسابقه اشتراک کردن. چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتنگیری با رقابت‌های مقدماتی آغاز گردید. در این مرحله پهلوانان هنرنمایی ارزنده نشان دادند، لیکن بعضی از چهره‌های موفق با طور هنگامه‌ای به باخت روبرو شده از ادامه سبقت‌ها محروم گشتند. از جمله بهترین ورزشگر سال 2023 از رشته گشتنگیری نوروز کریمزاد که یکی از فاوریت‌ها در وزن 71 کیلوگرم به حساب می‌رفت، در رقابت دویمش شکست خورد و حق اشتراک در پنجمین جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گشتنگیری را از دست داد. البته که ورزش برد دارد، باخت دارد. خیلی که ما میدانستیم و ما معلوم بود کریمزاد نوروز سال 2023 بهترین ورزشگر جمهوری از نمود گشتنی ملی، نه اینکه جمهوری بلکه در فدراسیون بین المللی گشتنگیری بهترین ورزشگر انتخاب گردید و از لحاظ جراحت برداشتنش، یعنی که دستش لط برداشته بود، از همون لحاظ تمرین هاش که طولانی نبود در این چمپیونات یعنی باخت. البته از روی ترتیب و قاعده های گشتنگیری البته که در جام محترم رئیس شهر راحت گرفته نمیتواند، به خاطر که از روی نتیجه بندی فدراسیون بین المللی گشتنگیری البته شخصان در جام محترم رئیس شهر راحت گرفته میتوانند که مقام اول نکی غالی و جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان گشته باشند. همین طور مرحله مقدماتی با رقابت‌های جالب و حیرت انگیز پشت سر شد و در ادامه مراسم گشاده‌شوی مسابقه دایر گشت. در مراسم گشاده‌شوی چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتنگیری معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صابرزاده پرویز و دیگر مسئولان ساحه اشتراک نمودند. چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتنگیری را رسما شده اعلام می‌نماید. ای کشورم سعادتی یگانه، ای مادرم محبتی یگانه، ای باورم برای جاویدانه ها. افزوبی های شما صداقت گشتنی اجدادی را یک بار دیگر نشان می‌دهد. جان و تنم برای تو بادا فدا. بعد تلاش‌های زیاد و هنرنمایی ارزنده در همه وزن‌ها جفت‌های نهایی معین گردیدند، از جمله میانی بانوان در وزن 57 کیلوگرم روزگل حسن با بکنظر و رودستان به دور نهایی راه یافتند. در وزن 70 کیلوگرم باشد جنون نظر و بشایده قلندر و راحت دور نهایی را به دست آوردند. میان مردان باشد در وزن تا 60 کیلو سامان علموف با اکبر علی کنجایف، در وزن تا 65 کیلوگرم شهبو سعید ابرارов با سهراب باقیف، در وزن تا 71 کیلوگرم محمد رجب حسین زاده با برکت الله اکرام زاده، در وزن تا 78 کیلوگرم قایم شکرانوف با رحمت الله بیگ فرهادov، در وزن تا 86 کیلوگرم حق نظر نظرov با عمر رسولov، در وزن 95 کیلوگرم اولغبek رحیمov با ظفر علیمشایف و در وزن به اضافه 95 کیلوگرم شریف جان نظریف با خورشید مجیدov با شکست دادن همه رقیبان به فینال مسابقه راه یافتند.
سپس رقابت‌های فینالی مسابقه آغاز گردید که اولین شده بانوان وزن 57 کیلوگرم روزیگل حسن با بکنظر و روزافزون با هم نیروسنجی کردند. در این آزمایش روزیگل از خود مهارت بلند نشان داده غالب گردید و عنوان چمپیون تاجیکستان را در سال 2024 از گشتین ملی به دست آورد. فینال وزن 70 کیلو دو حریف با هم آشتی ناپذیر شاهد قلندر و را با جنون نظر و به هم آورد. نیروسنجی این گل دختران برای به دست آوردن مدال طلا با سرعت بلند صورت گرفت که با یک پرتافت زیبا جنون رقیبش را شکست داده غالب گردید. امروز در این مسابقه با چند رقیب خود شرکت ورزیدم و از همه رقیب قوت من این شهادت قلندر را بود که در این مسابقه او ما را در یکی از مسابقه های داخل کشور مغلوب کرده بود و من در این مسابقه تیاری خود را جدی دیدم و در این مسابقه او را مغلوب کردم و میخواهم که در مسابقه های آینده میخواهم که مشق تمرینی خود را خوبتر و بیشتر کنم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا ببرم. بعداً آزمایش‌ها میان مردان شروع شد که در وزن 60 کیلو سومون علموف با اکبر علی کنجایف روی گیلین برآمدند. نیروسنجی پهلوانان برای نشان طلا بسیار با هیجان دایر گشت و با یک پرتافت زیبای علموف خاتمه یافت. همینطور در این وزن سومون عنوان قهرمانی را به دست آورد. خوشحال از آن هستم که من در این مسابقه سزای مدال طلا داشتم. ما کوشش میکنیم که در مسابقه آینده که چمپیونات چمپیونات جهان دارد ما در او زحمت کنیم، مهنت کنیم، پرچم جمهوری ما را بلند برداریم. برای راه یافتن به مرحله نهایی وزن 65 کیلو پهلوانان رقابت‌های بسیار مشکل داشتند، زیرا که در این وزن نامزدها برای قهرمانی زیاد بودند و هر کدام آنها برای یکدیگر رقیبی سرسخت به حساب می‌رفت، از جمله شهباز سعید ابراروف، خیراندیش مرادزاده، مسلمبک کریموف، سهراب باقیوف و بهرام صوفیوف نفران ارزنده این وزن دانسته می‌شد. بالاخره پس از تلاش‌های زیاد شهباز سعید ابراروف با سهراب باقیوف توانستند که همه رقیبان را پشت سر گذاشته و نیروسنجی اساسی راه یابند. مخلصان انتظار داشتند که این رقابت یک رقابت مشکل برای هر دوی پهلوان می شود، لیکن شهباز در اولین رسیشش به قول پرتافت طلایی کرد و غالب آمد. نگفته نماند که در فینال چمپیونات تاجیکستان آید به کورش هم شهباز سهراب را شکست داده بود. مهنت خود را خیلی زیاد کردم برای تیاری به این چمپیونات جمهوری تاجیکستان، برای که خود خیلی که میدونید در پیش ما رو جام رئیس شهر دوشنبه انتظار است. تیاری ها خوب است، در سطح بهت خوب هستند
ما هم حرکت کرده ایستادیم که در جام رئیس شهر همین خیلی که همین روز درخش داشتیم، همین خیلی درخش پیدا کنیم در اون حرکت میکنیم که تیاری رو دوچند کنیم تا اون و دمی که قوت داره. نیت و مقصد ما همین است که در چمپیونات جهان هم در جام جهان هم از گشتن ملی سزاوار جای اول گردیم. مهنت ها خوب هستند، حرکت میکنیم که همین خوب دوام تیم. در فینال وزن 71 کیلوگرم محمد رجب حسین‌زاده با برکت‌الله اکرام‌زاده قوه‌آزمایی کردند. هر دوی پهلوانان تلاش بهر پیروزی داشتند و بالاخره با یک پرتافت امتیازآور حسین‌زاده پیروزی به دست آورد و مدال طلا را به گردن آویخت. برکت‌الله جای دوم و علیجان باقیف با میرزا جمیل رمضانوف مدال‌های برنجی این وزن را صاحب شدند. من امروز در این مسابقه بر 5 حریف خودم دست بالا گشتم و حریفان من همش پرقوت بودند. سزاوارانه من همه آنها را غالب کرده سزاوار جای اول شدم. در آینده نقشه دارم که در جام رئیس شهر دوشنبه اشتراک کرده سزاوار جای اول گشته پرچم جمهوری تاجیکستان بلند بردارم. امروز در این مسابقه جمهوری پهلوان‌های سعودی خیلی هم خوب گشتن گرفتند و امروز باعث خرسندی است که یکی از ورزشگران ما مکتب ورزشی زرافشان حسین‌زاده محمد رجب مدال طلا را گرفت، در وزن خودش چمپیون شد. با بسیار ولایت سوق افتخار میکنیم که چنین پهلوان‌ها را آماده کردیم برای این مسابقه جمهوری و در آینده ما باور داریم که پهلوان‌های ما همه پهلوان‌های تاجیکستان در مسابقه که 8 مارس بین المللی شده میگذرد در آنجا پهلوان‌های تاجیکستان خوب برآمد کرده پرچم تاجیکستان را بلند می‌بردارند. فینال وزن 78 کیلو با رقابت دو تن از پهلوانان نوماشنا قائم شکرانوف و رحمت‌الله بیگ فرهادوف جالب دیدنی صورت گرفت. بیشتری مخلصان در این سبقت رحمت‌الله بیگ را غالب می‌دانستند، لیکن شکرانوف برتریت نشان داده پیروزی به دست آورد و عنوان چمپیون تاجیکستان را در سال 2024 صاحب شد. تلاش را جالب کرد و بختیار عزیزی سود این دو هم بهاگذاری کرد و امتیاز عالی حلال است که قایم شکرانوف آن را نصیب کرد. امروز در مسابقه جمهوری اشتراک کرده و 5 حریف خود غالب آمدند و خیلی حریف‌های قوی بودند و ما یک بالا کرده سزاوار جای اول شدیم. این حال من در کلوب مرکزی ورزشی ارتش خدمت میکنم. همه رقابت‌ها خوب بودن و رقابت فینالی با خوبتر بود و من سزاوار جای اول شدم. مبارزه‌ای که همه مخلصان را به پا خیزان فینال وزن 90 کیلوگرم میان حقنظر نظر و عمر رسولوف بود. چون که این پهلوانان برای یکدیگر رقیب اساسی به حساب می روند، در این روسنجی حقنظر از خود مهارت نشان داده غلبه کرد و جای اول را کسب نمود. یک ماه پیش آنها در فینال چمپیونات تاجیکستان اوید به کورش با هم رقابت کرده بودند که آنجا رسولوف پیروز شده بود. اکنون این ورزش است، این هم برد دارد هم باخت دارد. اکنون همون مسابقه قبلی که گذشت ما از روی که پرایل یعنی گشتین کورش گویم نفهمیدم، من از همون حساب دادم. خیلی ما در این مسابقه سزاوار جای اول گشتیم. بعد مسابقه که جام رئیس شهر روز 8 مارس برگزار می‌گردد وقت پیدا کردیم که در آن مسابقه اشتراک کنیم. اون مسابقه در بین المللی می‌گذرد. تیاری خوب است، حرکت می‌کنیم که تمرین‌ها را خوبتر کنیم. ما سپتامبر خیلی وقتی زیاد است، اون تا وقت حرکت میکنیم که مشق‌های دست جمعی گذرونیم تا اون مسابقه تیاری خوب بینیم.
дар вазни 95 кило касе ба Улуғбек Раҳимов баробар шуда натавонист. ӯ дар ин мусобиқа ҳунарнамои арзанда нишон дода ба финал баромад ва дар сабқати ниҳоӣ бо як партофти ҷолиб Зафар Олимшоевро шикаст дода чемпиони Тоҷикистон оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ дар соли 2024 гардид. رقابتی آخرین در این مسابقه فینال وزن جمعی 95 کیلو بود که میان دو تن از پهلوانان ناماشنای کشور شریف جان نظریف و خورشید مجیدوف صورت گرفت و با یک پرتافت زیبای نظریف به انجام رسید. тамошобинони гиромӣ тавре ки аз ҷараёни рақобатҳо дар мусобиқаи имрӯза мо шоҳид гаштем, баргузоршавии чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар сатҳи бисёр баланд баргузор шуд ва ҳадаф ва мақсади баргузоршавии ин мусобиқа чеҳраҳои асилро пайдо кардан ва рохати онҳо ба ҷоми раиси шаҳри Душанбе ки дар назар аст дар аввали моҳи март баргузор шавад, дар ин ҷо баргузор шуд ва мо аз рафти баргузоршавии мусобиқа пайгир будем ва ин ҷо мерасем ба фарҷоми барнома то нашрҳои баъдӣ. Хайр.